سلام دوستان. امروز ما کمی از سرگذشت حضرت ابراهیم علیه السلام که خداوند او را دوست خود خوانده بود صحبت میکنیم. حالا شما میفهمید که چگونه خداوند بزرگ ابراهیم علیه السلام را از چنگال پادشاه ظالم و ستمگری که تمام کودکان نوزاد را به قتل میرسانید رهانیده است و اولین کسی را که حضرت ابراهیم علیه السلام به سوی دین خدا دعوت نمود کی می باشد؟ نوار را با دقت تماشا کنید. به این سوال ها جواب گرفته برای خود معلومات های مهم را می فهمید. پادشاه ظالم و ستمگر با نام نمرود دعوای خدایی می کرد. او زیردستان خود را مجبور به آن می ساخت که باورش کنند و همچون خدا پرستیشش نمایند. او صاحب حکومت و مال و ثروت زیادی بود. قومش باشد از دست ظلم و ستم نمرود رو به بت پرستی آورده بودند. همین طور سالها پس هم می گذشت تا اینکه پادشاه ظالم خوابی دهشتناک دید. سپس نمرود ساحران نامداری دربارش را به نزد خود خواند تا اینکه خواب دیده اش را تعبیر کنند. ساحران خواب دیده او را چنین تعبیر کردند: ای نمرود، به زودی کودکی به دنیا می آید که تو و حکومت تو را به خاک یکسان می نماید. با شنیدن این سخنان نمرود غضبناک شده دستور داد که همه پسران در همان سال تولد شده را به قتل رسانند و این چنین پدران آنها را از نزدیک شدن با همسرهایشان باز داشت تا اینکه آن کودک به دنیا نآید. سربازان او با دقت شهر را نظاره می کردند ولیکن خواسته ها و عمل های نمرود نتوانستند که اراده پروردگار آسمان ها و زمین را ذره هم باشد تغییر دهند. او فکر می کرد که با این عملش خود و حکومتش را نجات خواهد داد. هرچند که او کوشش می کرد که تمامی پسران در همان سال به دنیا آمده را به قتل رساند، اما خداوند حکیم و کارساز ابراهیم خلیل الله را از دست او رهانید. خلیل الله یعنی دوستی نزدیک الله. مادر ابراهیم علیه السلام حامله بودن خود را مخفی نگاه می داشت. و وقتا که تولد فرزندش نزدیک شد او پنهانی به سوی غار پناه برد. او آنجا تولد نمود. کودک را باشد آنجا گذاشت. سپس به خانه اش برگشت. برای مادران جدایی از فرزندانشان به نهایت دشوار است. از همین سبب مادر ابراهیم علیه السلام نیز به قتل و کشتارهای نمرود نگاه نکرده بعد 3 روز به دیدار فرزندش رفت. وقتا که او فرزندش را دید که صحت و سلامت و چهره اش باشد چون ماه 14 می درخشد به نهایت خوشحال گشت. ابراهیم علیه السلام در ایام طفلیش هرگاه که گرسنه می شد انگشتان دستش را به دهان می گذاشت و آنها را می مکید. از آنها شیر و عسل همچون شیر مادر جاری می شد. ابراهیم علیه السلام با سرعت به وایه می رسید. در روز چون ماه و در ماه چون سال و چهره اش چون ماه می درخشید. همین طور از میان 15 روز گذشت. جبرائیل علیه السلام به او راه خانه اشان را نشان داد و او را به خانه اشان برد. پدر او که نامش آزر بود نمیدانست که فرزندش زنده است. وقتا که او را ناگهان دید به حیرت افتاد. سپس با یک خرسندی همدیگر را به آغوش گرفتند. بعد از چند مدت ابراهیم علیه السلام شروع کرد به دعوت به چی؟ به یکتاپرستی، به دین خدای ذوالجلال. از سبب ترس و خوف زیاد از پادشاه ظالم آزر سخنان پسرش را رد کرده ضربه برویش زد. سپس به نزد نمرود رفت و گفت: این همان پسری است که برای تو و حکومتت خطر ایجاد می کند. من خودم نیز تا این دم نمی دانستم که من پسری دارم. آزر گمراه یعنی پدر ابراهیم علیه السلام تمامی کارهایی در خانه اش گذشته را نقل کرد و حقیقت پنهان بوده پسرش را آشکار نمود. تصور کنید او از ترس جان خود شده پسری را که خداوند او را از انگشتان دست خود می‌خورانید تسلیم پادشاه ظالم و ستمگر نمود تا اینکه او را پاره پاره کند. اما نمرود باشد
ابراهیم علیه السلام را به نزد خود دعوت نمود تا اینکه بفهمد که او در کدام عقیده است. نمرود گفت: من تو را خلق کرده ام و من خدای تو هستم. ابراهیم علیه السلام به او گفت: من تو را نمی پرستم، چون که سخنان تو بی اساس هستند. سپس نمرود گفت: او را به خانه اشان برید و بگذارید تا او را پدرش چنانه که می باید تربیت کند. نمرود گمان می کرد که حاکمی را چون او نمی سزد که با یک کودک خردسال بحث کند و همین طور ابراهیم علیه السلام به سن جوانی رسید. دوستان عزیز، این بود کم معلومات از تولد حضرت ابراهیم علیه السلام تا آوان جوانیش. اگر شما خواهید که دوام این موضوع را زیاد انتظار نشده هر چی زودتر بفهمید، پس به همین ویدیو 300 تا لایک گذارید و اگر نوار را تا آخر تماشا کرده باشید حتما فکرهای خود را در کامنتری نویسید. خیر تا نوار نوبتی، در پناه خدا باشید.